ادامه گفتار رامن زنان سبزبهار شاعر خلقی تاجیکستان گلرخسار. گفتار 24. از دست زنها خیرمندکوبی نمی آید. آنها را به خیرمندکوبی تشویق کردنی نبود، زیرا کاری را از دست خودش نمی آمد به دیگران نیز زینهار روا نمی دید. باری دیگر مصلحتش را به رئیس خیالاً تحلیل کرده آن را درست می یافت. یگان علاج یافتن در کار. غلطگی برف می ماند رئیس بابا، گفته بود زیبا. زنده باشیم غله را تلف شدن نمی مانیم. او را تسلا داد رئیسی پیر که به زور به مدار عصایش ایستاده از خرمنی پربار چشم نمی کند. از کمیته رایانی پارتی یاری می پرسیم. یاغی خدیر نیز کمتر از ما منفعت دار نیست. بهترش رو وضعیت را به متصدیمان مو به مو معلوم بکن. زیبا گفتگوی را که بین او و نایب رئیس شده بود از رئیس پنهان کرد، هرچند یگان نقطه آن صحبت را فراموش نکرده بود. یاری لازم است؟ گمانداری دیگر خواجگی ها به یاری محتاج نیستند؟ محتاجند، اما به ما مراجعت نمی کنند، شرم دارند. غله را کاشتی، باید خودت جمع بکنی، یا گپم دروغ است؟ روز دیگر رئیس جماعت راه کمیته اجراییه را پیش گرفت. 100 بار دروغ است. پس نه آمد رئیس جماعت. خواجگی ما در ناحیه کلانترین است. بانوگی کلند و زاغ نور در تل و پشته ها کشت کردیم. حاصل از بوده زیاد است. یاری لازم است. زیبا نزد رئیسی کام اجراییه رفت، اما او را پیدا نکرده سرخم باز نزد خدیر برگشته باری دیگر یاری طلب کرد. رفتار و گفتار همصحبتش گواهی میداد که بی‌حرمتی این زنک را نسبت به خود یک ذره فراموش نکرده است. در خواجگیداری هنر لازم، هنر. کدبانوی بی‌هنر نانش می سوزد. کنایه زد مردک. بیا رفیق خدیر، جایمان ایواز میکنیم. شورید رئیس جماعتی کمونه. تو جای من کار کن، من در جای تو. آن وقت کی چی هنر دارد معلوم می شود. نایب رئیس را که کرسیش را از جانش کمتر دوست نمی داشت گویا مار گزید. او بیقرار شد و عقلانه درک کرد که با این زنک بلند گفتن تنها به ضرر خودش خواهد بود. او یک پرده پست آمده گفت با کمیته پارتیوی مصلحت میکنیم. مصلحت چی لازم؟ گفت زیبا. با ما یاری لازم است. ما یاری را خواهش نه طلب میکنیم. حاصل دولت است. خصومت شخصیت را فراموش کن رفیق خدیر. باید تو از من نه، من از تو دامنگیر باشم. زیبا در را آهسته پوشیده برآمد. رئیس کام اجراییه را نیافتم. مجبور وضعیت را به یاغی خدیر عرض کردم. گفت رئیسه که می ترسید عرضی حقیقتی حال رئیس را بی‌ضابطه خواهد کرد. چرا یاغی خدیر خودش نآمد؟ سوال کرد رئیس. کارش بسیار بوده است. از خود بافت زیبا. یاغی خدیر همیشه ما را در مشکلی فراموش، در فراغت یادمان می کند. همه امید به شما زنها. صدقه دستانتان. مبادا برف بارد درزه ها را به خانه ها تقسیم می کنیم. یگانه علاجمان همین است. او را دل برداری کرد رئیس. با این را هم حاصل را نجات می دیم و هم کاه را. می فهمم آدمان بینوایند، اما ننگ و ناموسشان بجاست. دیگر علاج نیست. غله باقی مانده را به خانه ها تقسیم می کنیم. قرار داد زیبا مشتی از غله زرین پر شدهش را روی درزه ها افشانده. خیرمندبان سرک های پریشان را با جاروب جمع می کرد. شمال سختر می شد. آنی که زندگی را به چنین حال انداخته است آیا مادر داشته باشد؟ بی اختیار گذشت از دل محزون زنی جوان. خانه گرمان سوزد. ای خدا صد توبه کردم. شنید آواز خیرمندبان را. از ناامیدی ها بس امید است. پایان شب سیاه سفید است. خلیفه بابا که او را چنین تسلا می داد چرا دیر کرد؟ جوان ها می آیند.
برا نگریسته گفت خیرمنبان خیال رئیس را پراکنده. صدای ترانه جوانان که از شب درو راست به خیرمن می آمدن نزدیک می شد. اوف خیریتی! آهی سبک کشید رئیس از دور بیرق پرافشان جوانان را دیده. زلیخا پیش پیش کمسمالان و پیانیران شرقیه خانان می آمد. ظفر همراهشان نبود. او با خلیفه بابا در جستجوی خیرمنکوب ها و دیه های دیگر رفته بود. ترانه آشنا دلی از عشق و امید لبریزی زن جوان را به جوش آورد. چهره دختران ترانه‌خوان به نظرش زیباتر نمود. به جای همه زلیخای کاتب کمسما را که در همه کار یاردمچی دست راستش بود بوسیده به ترانه‌خوانی آنها همراه شد. پوشیده دولتی به یک دو می آید، ای درونی پوشیده دو خط می رایه. مردما میگن این خط خطی اسکرای، دوستای شیرین سایبی خط کی می آید. دستم گلی یا دستارم گلی، رخسارم عقیق یا مژگانم گلی. دوستان شیرین سایبی خط کی آید؟ شنوا گفت زیبا. باز کی می آید؟ پرسید زلیخا بر روی سفید و گرده رئیس جماعت چشم دوخته. ظفر می آید. پرمعنا تبسم کرد زیبا. چهره دخترک لالگون شد و رئیس گپ را دیگر سو گرداند. در پشت کی ماند جان اپا؟ گلشن و زوینایش تا بیگم مرز را از در برآورده نزدمان می آیند، گفت دخترک. جانم صدقه همتانی. دلی زیبا مثل باغ شبنم زده می کشاد. خیرمنی چند پیش خالی را صدای ترانه و خنده جوانان پر کرد. جوانان بحث مبحث به کار چسبیدند. خیرمنبان را گویا به باغ انگورش می نه هجوم کرده باشد. به کار جوانان ناباورانه نگریسته در کار و نادرکار به آنها مصلحت میداد. تیری نگذشته چنگی راه را برداشته عرابه تاش سر خیرمن پیدا شد. مدیر عرابه را راست سوی رئیس جماعت راند. از تار عرابه مردی تخمیناً 55 ساله آلفته نمایی سوی دختران ترانه‌خوان بی پرده می نگریست. تبسمی برای خودش فهمای در لبش بازی می کرد. چی گپ؟ تاش را امکان دهان کشایی نداده پرسید زیبا. نماینده آمده است، گفت تاش. چگونه نماینده؟ نماینده حکومت. قدر مهمان را افسوده گفت مدیر. او به رئیس کار داشت اما من نزد خودت آوردمش. زیبا دیده و دانسته خود را بنادانی می زد. او این مردک را که در کام اجرایی کار می کرد می شناخت. خود می دانست که نایب رئیس به سبز بهار آدمان بیگانه را نمی فرستد. نماینده دل ناخواهم از عرابه فرامد. نگاه زیبا سر تا پای او را چین می کرد. دختران سوی مردک آلفته نگریسته برابر دخترانه خندیدند. مهمان دست و پا گم کرد. رئیس جماعت لفافه را گرفت و نکشاد. معنیش را پرسان شد. دستور نو خوش کردن غله را مصلحت می دهد. ساده و خنده آور نامه را شرح داد قاصد که خود نیز معنی آن را نمی دانست. رفیق یاغ خدیر فرمود که دستور فوراً به مردم خوانده شود. یاغ خدیر باز چی فرمود؟ پرسید زیبا. نماینده امداد طلبانه به همراهش نگریست. طرز گفتار رئیس تاش تهدان را سخت به تشویش آورد. او که نزد نماینده بلاگردان خود را تا سر خیرمن بی‌ایست توصیف می کرد، نزد رئیس مستر می ایستاد و می ترسید سخنی از خود علاوه کند. زیبا جواب نماینده را نشونیده لفافه را به خیرمنبان داده گفت. بابا این را رست کن. زلیخا زود اینجا بیا جان اپا. دختر پنشاخش را به درزه خلانده آمدنی شد. پنشاخت را بیار جان اپا. کو مهمانی عزیز، گفت زیبا. از بالا گذرو به ما یاردم کن. همت نایب رئیس یک نفر یاردمچی باشد هم ما نمی رنجیم. من از این طرف بلوی دخترها مرحمت. میزبان پنشاخه دختر را به مهمان داد که از صحبت این آلیه سختگیر هرچی زودتر میل گریختن داشت.
مهمان مستر چندی به پنج شاخه نگریسته ناعلاج آن را به دست گرفت. خنده دخترها بلند شد. رنگی تاش کند. عرابه را پیشی کن. مدیر را امر کرد رئیسه. ما یاری بی‌غرضانه را اصلا رد نمی کنیم. او خود از پهلوی مهمان جای گرفت. طرز داشتن پنج شاخه در دم عرقشار شدن مهمان را دختران خندان نسخه گیری می کردند. تاش دید که مهمان از عهده باد کردن نمی براید و قهقه دختران شیطان دمادم بلند می شود، پنج شاخه را گرفت و مهمان را مصلحت داد که درزه کشاند. زیبا ناعیان به سر و روی عرقشار و بروت‌های پایان خمیده و پرچنگی مردکی آلفته و باوقار نگریسته خنده‌اش را به زور نگاه می داشت. افسوس می خورد که جای این مردک خودی نایب رئیس به خرمن آمده است. تاش عرابه پربار را برفتن آماده کرد و میزبان مهمانش را که یقین از آمدنش پشیمان شده بود با تبسم زیبایانش جواب داد. عرابه سوی انبار راه گرفت. مدیر و نماینده خیر و خوش را نصیحه کرده رفتند. دل زیبا مثل آسمان تاری سرش که یک پرچه ابر نداشت گشاده بود. هرچند دیر کردن خلیفه بابا او را به تشویش آورده بود. موسفید نرم دل و کاردان در روزهای برای خواجگی مشکل قدمی از او دور نمی شد. خواهش و طلب این کودک بزرگو کارکوفته را موسفید بی فرزند چون قند در کام تلخ روزگارش می پسندید. با جان و دل خدمتگاری بی منتش شده از این لطفی تقدیر که او را از تنهایی رهانیده است بی حد خرسند بود. مهر و محبتی در نهان خانه دل خفته‌اش را نثار زیبا می کرد. مرضیه بارها می گفت اگر حسن رضا چون سنگی راه نمی بود خلیفه بی ایمان در آخری عمرش عروسی مرا کیها به عقد نکاحش می در آورد. در خرمن نبودن موسفید به نظرش غیری عادی می تافت. خود بی اختیار با نگاه بابایش را می جوست. زیبا سویش آمدن نبیره رئیس را دیده پنج شاخه را پرتافت. چه گپ رستم؟ هراسان پرسید پسر چرا؟ کودک به گوش او چیزی گفت و چنان که دوان آمده بود همچنان به قفا گشت. خرمنبان نزد رئیس آمده سوال آمیز به او نگریست. تینجیست دخترم؟ تینجی. بابا از جوانها با خبر باش، من حاضر می آیم. موسفید را سراسیمه آرام کرد، آنی که خود بی‌ضابطه بود. تا خانه رئیس رسیدن خیالاً زیبا چند بار عالمی دهشت را سیر کرد. هیچ کس نمی گرید کو. گذشت از دلی پر هراسش. با آوازی گریه چنان عادت کرده بود که مثل دیگران بعضن آواز خروس را گریه گمان کرده سراسیمه سوی خانه خروسدار می دوید. خیریت هیچ کس نمی گرید. خود را تسلا داد. از دور بین حولی زنی رئیس و لطیفی خطکشان را دیده پایهایش سوس شدند. صاحب خانه این بار دختری شیرینش را نبوسید. وجاهت زن علاوه دل او را سوزانتر کرد. از این خاموشی بوی مرگ می آمد. تینجیست خاله؟ پرسید صاحب خانه را. کاش که تینجی می بود جان خاله. آه کشید زن. او را به آواز خانه درون دعوت کرده. چهره قهربای رئیس به نظرش نهایت پیر و پژمرده نمود. در نیم روز آدم اینقدر پیر می شده است. گذشت از دلش. او همین سحر به عیادت رئیس آمده بود. چشمان پر از سوالش راست به چشمان بیمار نگریستند. خطکشان نیست که از پیش به خانه در آمده بود خاموشانه خطی سیاه را روی صندلی گذاشته به ستونی بین خانه تکیه زد. زیبا را عرقی سرد پخش کرد. خطی نحس را به دست گرفتنی شد اما نتوانست. رئیس پیش دستی کرد. باز کی بابای لطیف؟ خطکشان گویا سوال او را نشنید. من و تو من بعد خطکشانی هم میکنیم. به زیبا نگاه نکرده گفت رئیس. تپیش دلی زیبا از چی باشد هموارتر شد. مسئولیت خودت را
به گردن دیگران بار کردنت نغز نه جوره. خطکشان را ملامت کرد حسن رضا. من هم نام و نشان یارو دوست داشتم، همه از من دور شدند. بچه ها با هراس به خلطه هم نگاه میکنند. زنها گوش رس دعای بد میکنند. جورگی من همان جورگی پیشتره. از من ملال نشو حسن. آوازی خطکشان لرزید. از بحر این کار گذشتم. لطیف خورجینش را به میخی ستون آویخته رفتنی شد. ایست لطیف، نامردی نکن. آوازی کنده کنده اما با ضربه رئیس آهنگ فرمان و زاری داشت. این کار را تو نکنی کی میکند؟ سمنی من؟ کمپیری خودت؟ یا کمپیری مرجان؟ در خوابم هم آواز گریه را میشنوم. یگان گورکاب گور خود را نکنده است. پسرم در جنگ است، میترسم. سجای جگرم شکاف شده است حسن. خطکشان بی آواز گریان شد. همین قدر وقت به مردم تنها خطی سیاه آوردی. یک خطی سیاه جای هزار خبری خوش را میگیرد. در جنگ عقب نشینی نکرده و در دیهی بی مرد عقب نشینی میکنی. ها، عقب نشینی میکنم جوره. خطکشان بی جرأتانه سوی رئیس جماعت نگریست و برآمده رفت. کی؟ سید یا دلاور؟ پیش راه خطکشان را گرفتنی شده پرسید زیبا که دلش به کفیدن نزدیک بود. خطکشان گویا او را ندیده باشد اشکش را با کفش پاک کنان لنگان رفت. باز کی رئیس بابا؟ تمامی تمکینش را در سوالش گنجانده پرسید زیبا رئیس را. گوی مرا عذاب نده. دلاور یا سید؟ از دهان شمال برد گفت سمن. شادی جواب داد به جای شوهرش. اوه اوف. زیبا بی مدار به زمین نشست. و بالی جانی اصل بی اجل میمورد گفت زنی رئیس. چند روز است این شوم خبر در کتف لطیف بیچاره سوار است. خط در دستی رئیس می لرزید. دخترم، خط را به مادر عسکری شهید خودت می دهی. چشمان زیبا را سیاهی گرفت. به خطی که در نظرش کورشپرک مرده را می ماند پکر می نگریست. هرگز چنین سپارش متیش را اجرا نکرده بود. نه نمیتوانم رئیس بابا. رد کرد قطعیاً. تو رئیس جماعتی. شادی را جماعت به فرانک فرستاده است. برای همین نمیتوانم. بگو رفته خودت را به سرخاب پرتا میپرتایم، اما از گناهم گذر رئیس بابا. او رفتنی بلکه سوی قفا گریختنی شد. رئیس مضطر ماند. او حتی کوشش از جای خیستن کردن نتوانست. از درد پیشانش پرچین شد. قدرم نمانده است گفت مردک با آهی مستری و بیچارگیش را بیان کرده. سمن خاموشانه بالین شوهرش را درست کرده کرپه را بالایش پوشیده مهربانانه به چهره ریش رسیده و زعفرانی شوهرش نگریسته گفت نه حسنی جان، تا وقتی من زنده هم قدر تو بجاست. خط را به جای تو خودم میبرم. شاد جان جوان مرگ خودم ناله میکنم. زن خط را به آستین نهاده از در برآمد. زیبا نیز به رئیس که چشمانش را پوشیده بود و در پیشانش عرقی سرد میدمید گناهکارانه نگریسته خانه را ترک نمود. هر قدر از خانه رئیس دور میشد دلش را کرمی افسوس و پشیمانی میخورد. او از راه خرمن برگشته سوی خانه اصل راه گرفت. خط را باید زنی رئیس نی خودی او رئیس جماعت به دست مادر عسکری شهید بدهد. باید با تابان عزا گیرد. او زنی رئیس را در آستانه دروازه اصل دریاب کرده از آستینش کشیده گفت خط را به من تی خاله. زنک نه جواب داد نه خط را. از قهر آستینش خطی چون ماری افی خوابیده را بیرون کرد.
آنها پیش و قفا از دروازه همیشه نیمراغ کمپیر وارد شدند. مادر پسری در جامه دامادی به جنگ رفته‌اش را شب و روز انتظار بود. پوشیدنی در خانه‌اش را فال بد می دانست. دروازه را اقلاً شبها بپوش می گفتند همسایه ها. در پوشیده 70 بلا را می گرداند. در پوشیده صدقه‌تان شوم 70 ملائک را هم به خانه در آمدن نمی ماند. جواب می داد او. شاد جان برگردد و دروازه را پوشیده یابد. مادرم و عروسم مرا انتظار نبودند. گفته ملال نمی شود. اصل تا زانو در لای غوطیده دیواری غورنبیده خانه پسرش را انداوه می کرد. تابان لای کلوله کرده به خوشدامنش می داد. در میخ دالان 2 تار و تاقی اسکر آویزان بود. دلی مهمانها که در آمدن برابر 2 تار و تاقی گلدوزی شاه مرد جوان مرگ را دیده بودند به پوش چسبید. عروس و خوشدامن مهمانان را دیده تبسم کنان از کار باز ایستادند. کو بیاین جانم بیاین، صدقه خاک پایتان، کو بیاین. های های دیدی تابان بیهوده نگفتند که به خانه نرفته مهمان آمده است. ما را جنگ نکن رئیسی خردی. به زیبا مراجعت کرد کمپیر. باید ما تو را جنگ کنیم که در وعدت نیستادی. 10 بار ریان رفته 1 بار به پوشیده ندار آمدی که خطی بچم بیاری. از خدا گشته باشم که پگاه خودم می روم. جاغم خدا گیرد. باز تفسید. مرا جنگ نکن رئیسی آچه. بیخی دیواری بچم را لاویده همراه دخترم به خیرمند می رویم و چندی که امر کنی می استیم. آنها هر دو خاموش بودند و کمپیری اصل بی ایست گپ می زد. تابستان دراز در پشته بودیم. خدا می داند دیوارمان خشک می شود یا نی. کو بالای کرپچه گذارید. جانم صدقه قدمتان. مهمانها روی کرپچه آراسته عروسک نشستند. تابان از آفتابه به دست خوشدامنش آب می ریخت و پیوسته تبسم می کرد. مهربانی عروسک نسبت به کمپیر چشم دلی مهمانان را سوزاند. زیبا به تاقی گل نقش داماد ناکام نگریسته نقش با محبت دختری تابان را تماشا می کرد. اشک سوزان تا گولیش رسیده بود. مادر چه خیال، فلکی مادر چه خیال. مادر پی آبادی، فلک ویران کار. به دیواری نیملاویده کمپیر نگریسته می اندیشید سومن. زیبا به چهره پژمرده کمپیر چشم دوخته دریافت که الحال خط در دستش می بود. از 2 سر آن را به مادر زار دادن نمی توانست. صاحب خانه آب را از پلی پیاز به جویکی کدو گردانده نزد مهمان آمد و کفی دعا گشاد. الها قدمتان مبارک شود. از پیتان شادی جان من هم از در آید. توی تماشا شود. آمین. خاموشی سنگین و ناگواری شد. وکیلان رئیس از چی گپ سر کردن را نمی دانستند. زیبا از این خانه آزاده فقیرانه تا قبر شیطان گریختن می خواست. عجب روز خوبیه. چه مهمانهای قیمت یافتم. تابانی جان. کو دستارخانت تستر بیار جانی آچه. چند روز است دلم خود از خود بغض کرده سیاه می شود. می خواهم رو و مویم را خنجال کنم. سرم به دیوار زنم. بچم یاد کردم. ای خیش و تبار. نگاه پرغمی انتظار تابان را بینم علاف می گیرم. کمپیر یک باره به زیبا هجوم کرد. رئیس خردی، تو دانو خدا به پوشیده ریان رفتی یا مرا فریب می دی؟ احوال بی جان به خودت معلوم. هر روز گپ و کاری نو. هر یک نماینده تفتیشگر گپ را دور برد. زیبا سوی کمپیر نگاه نکرده. کمپیر خیال‌آمیز به عروسش که در دستش دسترخوان و چند دانه قروت سوی مهمانها می آمد نگریسته گفت. کوکی چشمی عروسکم کنده شد. شب دراز خواب ندارد. روی حولی می گردد. شب را روز می کند. پگاه خودم رفته درک بچم را می یابم.
نگاه سمن و زیبا به اختیار به هم برخورد و مصلحت کردگی بر این برابر سرخم کردند. دیگر امکان دروغ بافی و بهانه جویی نداشتند. کمپیر نگاه معنیدار مهمان را در هوا داشته گویا از ضربه ناگهان پکر شده باشد، به حال مستر به یکی و دیگری می نگریست. سپس نگاه بیروحش را به عروسش که دسترخوان می آراست دوخته بیگانوار زاری کرد. تابان جانی آچه، مرده مرا بی صاحب نمان. رنگ عروسک شیروار سفید شد. خروطها از دستش افتاده غلیده بلای آمیختند. خودش بی حالانه به زمین نشست. سمن خط سیاه را از آستین برآورده تگی نمد ماند و کمپیر را به تکیه خود گرفت. دمی کمپیر و عروسک به درون افتاده بود. و جای مادری لال و عروسی بی حال آواز انداخت. صد برگ سفید گوشه دگدونم، به بچه جوان مرگ خونه بونم. زیبا سری آواز سمن را که نفس گیر می شد گرفتن خواست، اما نتوانست. زنی رئیس برای همه به جای همه از نام همه می گریست. کتل خوشه میانی کتل خوشه، در مین کتل جفتی گلی سیاه گوشه. جان و جگرم در حجره روپوشه، گفتم بروم موری کشایم روشه. ای باد و هوا زمین گرفته روشه، شادی غریب خاک خاله بلمی علمی. زیبا تابان را از زمین خیزانده پهلوی خوشدامنش شناند و دو چکه او را مالیده به دیوار افتاده عسکری شهید می نگریست. بی ایست میژه زد و بین میژه هایش این منظره را به خواب تبدیل دادن می خواست. وجودش فیغان می کرد، اما در چشمش قطره اشک نبود. غمی کمپیری اصل اشکش را سوزانده بود. گلهای زعفران و بستان افروز که عروسی آرزو پرور در شیرازه پلها و جویبار به ترتیب شنانده بود، گویا به فاجعه خاندان همراهی کرده میده میده می لرزیدند. دیری نگذشته فریاد خط سیاه خرد و کلان را به غمخانه کشاند. انبوه آدمان را دیده زیبا به خود آمد. زمستان باز یک روز نزدیکتر شد. باز یک روز دیر ماندیم. از اندیشه ناجای خود شرمیده حولی را که جای سوزن پرتایی نداشت ناعیان ترک کرد. از نزد انبار کالخاز گذشته بی اختیار به دری دو طبقه چوبی نگریست. در قلف نداشت. گذشته رفتنی شد، اما قوه ناعیانی او را سوی در تیله داد. مدیر، ها مدیر، یگان کس هست؟ در را باشست تیله داد. در از درون محکم بود. ای بلا در سرت خوابی. در روزی روشن از درون قلف بودنی دری انبار که خانمان خواجگی اندرونش بود او را بی‌ضابطه کرد. تاج در سری خرمن، مردم در خانه اصل، به انبار دزد در آمده است. تخمین کرد او. انجام گفتاری 24 رامن زنان سبزبهاری شاعری خلقی تاجیکستان گلرخسار. در آماده نمودن گفتار اینها سهم گذاشتند: محرر کارمند شایسته تاجیکستان شهاب الدین حق نظر، راوی هنرپیشه خلقی تاجیکستان محمد جان شادی، کارگردان طالب محمود.